اکنون برادران عزیز، ما و شما گفتیم که کم و کوتاه و مختصر هم باشه، ان شاء الله که امشب در باب توبه میخواهم یک چیز صحبت داشته باشم. کلمه توبه معناش بازگشت میشه برادران عزیز. وقتی که ما و شما میگیم ای خدا نزد توبه کردم، ای خدا منو ببخش، توبه معناش این است که ای پروردگار من میخواهم که دوباره به تو رو بیارم، من از راه گناه، از راه شیطان، از راه یعنی فسق و فساد دل زده شده ام، چقدر ناراحت و پریشان و غمگین و چقدر حیاتی بد از خود کردم، میخواهم که دوباره ای پروردگار به تو رو بیارم. کلمه توبه با این معنا است که دوباره به خدا رو آوردن، یعنی از شیطان، از دنیا، از نفس، یعنی از همه بدی ها و نافرمانبرداری ها رو گرداندن و دوباره به سوی خدا رو آوردن توبه میگویم برادران عزیز بزرگوار. اکنون ما و شما بیه برادر عزیز که امشب شبی یعنی توبه و شبی صلح با پروردگار قرار بدیم، یا اینکه آشکاردار بگیم امشب شبی آشتی کردن با پروردگار قرار بدیم. وقتی که بنده در اصل توبه کنه، او شخصیت با خدا آشتی کرده است، با خدا رو آورده است. به این خاطر ما و شما امشب قصد داشته باشیم که تا امروز خوب گناه کردیم، تا امروز خوب از خدا رو گرداندیم، تا امروز خوب در هر ندا و صدای شیطان لبیک گفتیم، از قفای شیطان دویدیم. بس است اکن ما بنده شیطان، بنده دنیا، بنده نفس نیستیم، ما بنده الله رب العالمین هستیم. وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، عبادت و بندگی پروردگار تا دم مرگ، تا اون لحظه ای که ملک الموت به سراغ می آید باید برادر عزیز بجا بیاری. بندگی خدا این است که در شب قدر مسجد بیایی و دیگر نمازات نخوانی. بندگی خدا این است که روز جمعه نماز بخوانی و دیگر نمازات نخوانی. بندگی خدا این است که انسان در ماه رمضان عبادت کنه، در غیر رمضان این بندگی نیست برادر عزیز. بندگی خدا همیشه هست، هر شب شب قدر است. اگر قدر بدانی، اگر قدردانی کنی، عزت کنی، عبادت کنی، هر شب برادر عزیز برای تو شب قدر است. هر روز روز رمضان است برای تو اگر عبادت و بندگی خدا کنی. رب العالمین در بسیاری از آیاتهای قرآن ما و شما را امر کرده است برای توبه کردن، یعنی برای دوباره به خدا رو آوردن. رب العالمین میفرماید استعذ بالله یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا. رب العالمین میگه ای آن ذاتانی که ایمان آورده اید بازگشت کنه، یعنی توبه کنه، به سوی خدا باز بگرده. توبه نصوح، توبه یک باره. این توبه دروغی که ما امروز داریم این نوع توبه نه که مردم ما عادت دارند بعد از نماز اینجاها رو میخپند میگن ای پروردگار توبه کردم نزدت، اما از مسجد برآمد با توبهش میشکنه، با عهدش میشکنه، با دوباره گناهش تکرار میکنه. این توبه نیست برادر عزیز. توبه حقیقی رب العالمین میگه توبه نصوح است. توبه هست که بعدش دوباره گناه تکرار نمیشود. توبه هست که بعد او انسان دیگه دوباره در فکر گناه نمیشود. رب العالمین در سوره توبه انسانهایی که مؤمن حقیقی هستند، مؤمن کامل هستند، براشون 9 خصلت گفته است. اگه فرصت نیست که این 9 خصلت همشون برای شما بیان کنم، فقط یکی از اونها را که در ابتدای اون آیت است رب العالمین میگه التائبون، بنده های حقیقی خدا، بنده های مقبول خدا، بنده های محبوب خدا، بنده هایی که خداوند اونها را همچون بنده کامل قبول داره، بنده های توبه کننده ها هستند. بنده هایی هستند که اونها همیشه عادت چی است؟ توبه کردن است. که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم به سوی ما امر کردند که ایها الناس، گفتن ای مردم، ای امت های من، ای پیروای من، توبوا الی الله، بازگشت کنه، توبه کنه به سوی الله. فانی اتوب الیه فی الیوم 100 مره، زیرا اینکه من پیغمبر شما هستم، بهترین شما هستم، من هر روز 100 بار نزد خدا توبه میکنم. ببین پیغمبر بزرگوار ما معصوم بودن، او خالی از گناه بود و ای گناه نمیکرد. و خداوند وعده کرد که ای محمد گناهی پیش خفای تو بخشیده شده است، تو معصوم هستی، پاکیزه هستی، تو گناهی نداری. اما
پیغمبر بزرگوار گفتن من هر روز زیاده از 100 بار توبه میکنم. ای امتام شما هم عادت توبه کردن داشته باشید، یعنی در هر کار رو به خدا بیاره. توبه معناش این است که هر عملی کردنی میشوی نظر کو که آیا خدا از او عمل تو راضی هست یا نه، در او کاری که میکنی خدا امرت کرده است یا نکرده است، خداوند او کاری تو را دوست میداره یا نمیداره. توبه همین است برادر عزیز، در هر کار به خدا رو بیار. در جای دیگر رب العالمین میگه و توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. جمعی شما ای مؤمن ها میگه به سوی خدا بگرده، بس به خدا رو بیاره تا اینکه شما نجات بیایید، تا اینکه از این فتنه های دنیا، از این غریبی های دنیا، از این رنج و مشقت دنیا، از این بی‌برکتی دنیا شما نجات بیابه. خداوند ما را امر داره که ای بنده ها، ای مردم به خدا رو بیاره، سوی خدا بگرده، از خفای شیطان نروه، از خفای نفس ندوه، از خفای دنیا قدر خطونه نبخشه. شما را خداوند برای دنیا و شیطان و نفس خلق نکرده است. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. رب العالمین میگه من انسانها و جنها را برای بندگی خودم خلق کردم، نه برای شیطان و دنیا و نفس. زندگی مقصود بهر بندگی است، زندگی بی بندگی شرمندگی است. زندگی مقصد خدا برای چی خلقت کرده است؟ برای بندگیش کنی. زندگی که در او بندگی نباشه والله او شرمندگی هست. شیخ عطارم، شیخ سعدی میگه ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری. این همه بهر تو سرگشته و فرمان بردار، شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. حضرت میگه ابر میبینی شب میشوه روز میشوه، آفتاب میبراید شمال میگرده. برای چیست؟ برای تو انسان خوشحال و آسوده زندگی کنی. همه در خدمت تو هست، همه امر و فرمان پروردگار. خدا امرش میگه که ای شمال بگرد تا اینکه بنده های من گرم نشوه. خداوند امر میگه که ای روز شب شد تا اینکه بنده من خواب رو و استراحت کنه. روز شو تا اینکه زندگیش دوام بتیه. این همه با امر خدا برای من شما حرکت داره برادر عزیز بزرگوار. حضرت چی میگه؟ میگه شرط انصاف نباشد که ای انسان تو فرمان پروردگار نبری. همه را در اختیار داده است، همه برای تو خدمت دارند. در این شب قدر بهترین ملائکاش جبرائیل برای تبریک تو میفرسته، این قدر ملائکا برای زیارت تو میآیند. ای برادر عزیز به قدر خودت بر، از قدر خودت بدان. قیمت خود برده نان مانده، نرخ بالا کن که ارزان مانده. برادر عزیز قیمت فقط امروز مسلمان عادت داره سیر باشه، در فکر دیگر چیز نیست که وای در کدوم حالت است، آیا وای عبادت نماز خوانده است نخوانده است، خدا را از خودش راضی گردانده است نگردانده است، فکر نمیکنه. قیمت نرخ بالاتر که میگه حضرت مولانا، قیمت خود برده نان مانده، نرخ بالا کن که ارزان مانده. یعنی به خدا رو بیار. ارزش تو، قیمت تو رضای الله از جنت است، سعادت دنیا و آخرت است. برادر عزیز به خود بیا، یک بار فکر کن. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم در روایت دیگر فرمودند که لله اشد فرحا بتوبه احدکم من احدکم بضالته اذا وجدها. پروردگار بچنان خوشحال و خرسند می شده است با توبه کردن یک کدام شما. وقتی شما توبه میکنه خداوند بچنان خرسند می شده است که جناب پیغمبر مثال آوردن، گفتن مثل یک انسانی که یک گم شدهش پیدا کرده بود، یک چیزی که گمش کرده بود در جست و جوش بود میکافتش، وقتی پیداش کنه چه قدر خرسند می شود. پروردگار این چنین از توبه شما خرسند می شده، این چنین خوشحال می شده. حتی در روایت دیگر جناب پیغمبر وقتی بنده مؤمن توبه میکنه به خدا رو میاره، میگه خداوند بچنان خرسند می شده مثل شخصیتی که در یک صحرا و چول رفته بود، در یک سایه درخت پایان شد، دم میگرفت، ناگاه خوابش برد، از خواب بیدار شد، دید که اون اشتری که یعنی خوراکش بود و یعنی آبهاش بودن، اون شتر همراهی خوراکهاش نیستن، خسته رفته، یعنی شتر نابود است. میخیزه هر سو جستجو میکنه، شترش پیدا نمیکنه. این شخصیت میگه عنیق میکنه، به خلاصه میگه که عنیق میکنه که اکنون مردن من عنیق شد. در این صحرا، در این چول، از یک جانب بی خوراکگی، بی آبی، عنیق من تشنگی و گرسنگی را هلاک میشم و میمرم. این انسان میگه ناامید میشوه، سرش خم، چنان غمگین در فکر فرو رفتگی است. ناگاه میگه سرش میبرداره،
نگاه میکنه که اشترش همراهی یعنی آب و خوراکش در نزدش ایستاده است. این شخصیت با چنان خرسنده می شده است که از حد زیاد خرسند شدن خودشگون می کرده است. می گفته است ای پروردگار تو بنده من هستی و من خدای تو هستم. یعنی از سراسیمگی از خودگم کردن یعنی برعکس می گفته است. دیگه می گفته ای پروردگار با جای بگه که تو خدای من هستی من بنده تو هستم، از خرسندی و خودشگون کردن این شخصیت میفته ای پروردگار تو بنده من هستی و من خدای تو هستم. با چنان خرسند میشته، یعنی رب العالمین هم با توبه کردن من و شما از این زیادتر خرسند میشده. وقتی بنده نزد او توبه میکرده رو با او می آورده. یعنی برادران عزیز و بزرگوار، برای ما و شما توبه لازم است. در هر عمل در هر لحظه توبه لازم است. ما باید رو به خدا بیاریم، باید نزد خداوند توبه داشته باشیم. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم در روایت دیگر گفتن که کل ابن آدم خطاء و خیر الخطائین التوابون. گفتن تمام فرزند انسان خطاکار است، تمام انسان خطا میکنه، گناه میکنه، اما بهترین خطا کننده ها، بهترین گناه کننده ها همون شخصیت هایی هستند که بعد از گناه در حال توبه میکنن. همون شخصیت هایی هستند که بعد از گناه پشیمان میشوند. پشیمان شدن از گناه خودش توبه است. برادران عزیز، پیغمبر بزرگوار گفتن الندم و توبتون، پشیمانی از گناه خودش توبه هست. باید انسان بعد از گناه در حال از گناه پشیمان شود، رو به خدا بیاره، باید توبه داشته باشه. در جای دیگر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم گفتن ان الله عز وجل یقبل توبه العبد ما لم یغرغر. گفتن رب العالمین قبول میکنه توبه بندش تا اون لحظه ای که جانش در غرغره نآمده است، یعنی جانش در حلقومش نآمده است، جانش از بدن بیرون نشده است. تا همون لحظه را اگر انسان توبه کنه خداوند توبهش قبول میکنه. در روایت دیگر حدیث قدسی بده رب العالمین یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنهار و انا اغفر الذنوب جمیعا فاستغفرونی اغفر لكم. رب العالمین گفته است که ای بنده های من، شما شب و روز خطا میکنه، گناه میکنه، من که گناه بخشنده هستم، و سوی من رو بیاره توبه کنه تا اینکه من گناه های شما را ببخشم. یعنی که گناه در خودتون دوام نده، گناه برای خودتون یعنی دائمی و همیشگی نکنه. اکنون برادران عزیز، یک قصه را از عزیزهای خدا که درباره توبه هست که خداوند بنده های توبه کننده را بعد از توبه کردن چی عزت میده و اونها را از جمله دوستای خودش قبول میکنه، ان شاء الله که این قصه را کوتاه بیان میکنم. نماز تراویح میخونیم، بعد از تراویح ان شاء الله با خداوند برای ما مهلت فرصت بیا با صحبت میکنیم. یکی از عزیزهای خدا حکایت میکنه، مثل این جوانهای ما برین، میگه در جوانیم من یک شخصیت تجارتگار بودم، یک انسان بیزنسمن بودم، دارنده بودم. کاری هر روزه من میگه سر و بدن زیبا کردن، لباسهای زیبا پوشیدن و در قد کوچه گشتن بود. تا اینکه امروز جوانها هم عادت داره وقتی از خانه بیرون شدنش سرش شانه میکنه، لباساشو چقدر زیبا میکنه، چه خوشبویی میکنه، تا اینکه یکی در قد کوچه برآمد یگان دختر دیدش نگاهش کنه. گفته این حضرت هم میگه من خودم زیبا میکردم، لباسی زیبا میپوشیدم، جوان بودم، مغرور مست، در قد کوچه میبرآمدم. میگه روز چنین خودم زیبا کردم، در کوچه برآمدم دیدم یک دختر بسیار زیبا، دختری نورانی، دختری محجبه، یعنی حجاب و ستر رعایت کردگی و از تگ چادر اون شعله نورش نمایان بود، در قد کوچه نمایان است. میگه اون دختر من نگاه کردم، اون دختر که صالحه و خدا ترس بود، میگه سرش پایان کرد، من اهمیت نداد، من نگاه نکرد. میگه من بسیار نگاهش کردم، آمد با پیشم گذشته رفت، چیزی از وی پرسیدم با من صحبت نکرد. بعد از اون میگه آهسته آهسته از قفاش رفتن گرفتم. در اصل وقت انسان باید شخصیت دیل ببنده، از قفاش میره کو در کجا میدر آمده باشه تا اینکه بپرسه که وی دختری کی بود، دختری کی هست، از کجا هست. میگه از قفاش رفتن گرفتم آهسته آهسته. بعد از اون میگه کمی رفتم، اون دختر احساس کرد که من از قفاش هستم. بعد از اون میگه دجاش ایستاد گشت گفت برادر، گفت از قفای من کجا میایی؟ چی مقصد داری؟ از من چی میخواهی؟ میگه گفتم که من به تو عاشق شدم، من محبت تو، عشق تو در دل من جا گرفته، من تو را دوست داشتم.
میگه این دختر گشت گفت که ای جوان، گفت تو با چی چیزی من عاشق شده ای؟ میگه نگاه کردم بسیار چشمهای گردی بزیب داشت. گفتم ای دختر من با چشمهای تو عاشق شدم. چقدر چشمهای زیبا داری، چشمهای بزیب داری. میگه این شخصیت گفت، این دختر گفت ای جوان، گفت میخواهی که من ترا به مقصدت برسانم، به آرزوت برسانمت؟ میگه دلی من انیق کرد که این دخترم تسلیم شد، راضی شد در برابر من. گفتم البته من میخواهم که به آرزو و مقصد من برسانی. میگه این دختر گفت همینجا کمی ایست، من ترا همین لحظه به آرزوت میرسانم. اون جایی میگه ما ایستاده بودیم، البته ربری راه بود، یک در هوی بود، یک دروازه. این دختر میگه در همون دروازه داخل شد. از بین یک کمی گذشت، از اون دروازه میگه یک غلامزن سال رفته در دستش یک طبق، در بالای طبق یک رومال بار کرده بیرون شد. من دید که یک جوان ایستاده. گفت ای جوان، با چشمهای همون دختر زیبا شما عاشق شده بوده؟ میگه گفتم بله من عاشق شدم. بعد از اون میگه این زن رومال از بالای طبق گرفت، من دیدم که در درون طبق چشمهای اون دختر گذاشته شدند. این دختر داخل خانه شد، این زن حکایت میکنه، داخل خانه شد، چشمها را از سر گرفت و در طبق گفت یک جوان با همین چشمهای من عاشق شده، بربطه تا اینکه با مقصدش برسه. میگه این حادثه را دیدم، وجود من لرزه فرا گرفت. به خانه را آمدم، میگه به خود نمی آمدم. اون شب تا سحر خوابم نبرد. وقتی سحر شد میگه در حال خیستم، راست نزدی در این شخصیت آمدم، در زدم. میگه همون پیرزن در کشاد بیرون شد. گفت ای جوان با چی میخواهی؟ از اون دختر چیزی میخواستی برات داد، با چی میخواهی؟ کجا آمده ای؟ گفت بخشش مادر، من بخشش پرسی آمدم. من خواستم که از اون دختر بخشش بپرسم که برای من خوشه اینقدر آزار داد، اینقدر عذاب داد خوشه. میگه این پیرزن گفت که ای فرزندم، گفت دیر کردی. اون دختر همون دیروز وقتی چشمهاش از سر گرفت و برای تو داد، یک دعا کرد و بعد از اون دعا جان داد. ما دیروز او را در خاک سپاریدیم. دعاش چی بود؟ دعای او دختر این بود که ای پروردگار، این چشم و این جسم و بدنی که سبب گناه کردن یک جوان میشود، من از این بیزار هستم. ای پروردگار، من نمیخوام که از روی من یک جوان جهنمی و دوزخی بشود. پروردگار اگر از تو از من راضی باشی، همین امانت جان از بدن من بگیر. من در این دنیا دلتنگ شدگی هستم، من دیگه در این دنیا زندگی نمیخواهم. میگه همین جمله ها را میگفت و جان داد. این دختر بردیم، دیروز ما در خاک سپاریدیم. این جوان میگه من سراغه قبرش گرفتم و سر قبر اون دختر رفتم. 3 شبانه 3 روز میگه من خواب نرفتم، در تاری سری وای گریه کردم، از وای بخشش میپرسیدم. گفتم ای پروردگار، اگر این بنده تو از من راضی باشه، به سبب خواب دیدن یا اینکه به سبب الهامات من خبر که تا اینکه دل من آرام بگیره. میگه 3 شبانه 3 روز خواب نرفته بودم. روز سیام میگه در سر قبر همون دختر سر گذاشتم، خوابم برد. میگه خواب دیدم که این دختر در خوابم در آمد. گو ای جوان، با از من چی میخواهی؟ میگذاری که در همین خانه آخرتم آرام خواب روام. چی میخواهی؟ چشمهامو میخواستی دادم برای تو. میگه گفتم ای خواهر اسلامی، من ببخش، من میخواهم از تو بخشش بپرسم. میگه ای دختر گو که همون لحظه ای که من چشمهامو برات دادم، همون لحظه من تو را بخشیده بودم. اینجا عیب تو نیست، اینجا عیب من است که من خودم در خد کوچه برآمدم و نمایان کردم و جلوه دادم. از روی دیدن من تو گناهگار شدی، یعنی تو خود به گناه آلوده کردی. بعد از اون میگه از این دختر بخشش پرسیدم و از این دختر یک خواهش کردم. گفتم ای که خواهر اسلامی، برای من بدبخت گناهگار گمراه یک نصیحت کن تا اینکه اصلاح شوم، تا اینکه بعد از آن حیات ما یعنی خوشبختانه در عبادت و بندگی بگذرانم. میگه این خواهر اسلامی یک نصیحت کرد برای من. گفت برادر، اگر بخواهی که گناه نکنی، اگر بخواهی که دیگر در راه معصیت و گناه نروی، در هر حالت و هر کجای باشی خود را در محضر خداوند حاضر بدان. در هر کجای باشی انیق بدان که خداوند تو را دیده ساده است. ای بدبخت، آیا در محضر خدا، در نزد خدا تو چی نوع گناه میکنی؟ میگه چنین برای من نصیحت کرد و برای من گفت که اگر بخواهی که بدبخت نشوی، اگر بخواهی که حیاتت خوشبختانه بگذره، بعد از هر خطا و گناه، بعد از هر فکر و نیتی بد، نگاهی بد، شنیدنی بد یا گفتنی بد، در حال گفت برادر توبه داشته باش. یعنی که توبه در حالی
سبب چی میشه؟ سبب اصلاح انسانیت میشه. حالا اینکه وقت خداوند ببینه که حضرت آدم علیه السلام هم خطا کرد، خداوند از جنت بیرونش کرد، بعد از 40 سال گریه کردن خداوند توبهش قبول کرد. یک شب و 2 شب نه، یک روز و 2 روز نه، 40 سال حضرت آدم علیه السلام گریه میکرد، دعا میکرد ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. پروردگارا من به نفسم ظلم کردم، تو من از گناه من داشتی، من یعنی به درخت نزدیکی کردم، گناه کردم، اگر تو گناه های من نبخشی، به حالم رحم نکنی، من از جمله ستمگاره یعنی از جمله زیان دیده ها می باشم. به همین خاطر ما و شما هم باشیم برادران عزیز بزرگوار، برای ما توبه لازم ضرور است. باید که از هر گناه و خطا یعنی توبه داشته باشیم. بیای این شب قدر شب توبه و شب یعنی صلح با پروردگار برای خودمون قرار بدیم، تا اینکه خداوند اون چیزی که از عمر ما باقی مانده است دوامش پروردگار با عبادت و بندگی و خوشبختی بگذرانه. از این بدبختی و گناهکاری خداوند بزرگوار ما را دور بگرداند.